سلام دوستان. تا حالا فکر کردی چرا بعضی روزها بدون هیچ دلیل خاصی خسته، بی انرژی، عصبی یا بی حوصله‌ای؟ یا چرا وقتی از بعضی آدم‌ها فاصله میگیری انگار یک کوه نامری از دوشت برداشته میشه؟ دوست من، تو خسته نیستی، تو آلوده به انرژی محیطی که توش زندگی میکنی. و امروز قرار دقیقاً درباره همین موضوع صحبت کنیم. تأثیر عجیب محیط و اطراف بر انرژی روح. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، اگه اینجایی یعنی روح تو بیدار شده. پس همین الان کانال رو سابسکرایب کن، لایک کن و نظرت رو زیر ویدیو بنویس، چون انرژی تو مسیر این کانال رو میسازه. ببین، روح انسان مثل یک آنتن فوق‌العاده حساس. هر چیزی که دور و برت هست، آدم‌ها، خیابون‌ها، رنگ‌ها، صداها، حتی لباس‌هایی که می‌پوشی، همه روی انرژی درونت اثر می‌ذارن. آدم‌ها قوی‌ترین منبع انتقال انرژی هستند. بعضی‌ها وارد زندگیت میشن و نور میپاشن، بعضی‌ها وارد میشن و کامل خاموشت میکنن. اگر کنار هستی که مدام شکایت میکنه، غر میزنه، منفی بافه، بدون که این فرد داره از انرژی تو تغذیه میکنه. روح تو شفافه، ولی همه لایق لمس کردنش نیستن. محیطی که توش زندگی میکنی شخصیتت رو میسازه. اگه روزت رو با سر و صدا، استرس، عجله و آدم‌های پرتنش شروع میکنی، روح تو در حالت دفاعی قرار میگیره. اما اگر صبحت رو با سکوت، طبیعت، نور آفتاب یا حتی یک موزیک آرام شروع کنی، روحت باز میشه. محیط مثل یک قالب عمل میکنه. تو هر چقدر هم قوی باشی، شکل محیطی میشی که توش نفس میکشی. اشیا و رنگ ها هم انرژی دارن. اتاق شلوغ، وسایل زیاد، رنگ های تیره، اشیای شکسته، همه اینها انرژی رو سنگین میکنن. در مقابل نظم، سادگی، نور و رنگ های آرام روح رو سبک میکنن و ارتعاش تو میبرن بالا. سکوت پاک کننده انرژی روح. گاهی تنها کاری که لازم داری خاموش کردن دنیا برای 5 دقیقه است. سکوت ذهن رو پاک میکنه و انرژی های گیر کرده رو آزاد میکنه. چرا بعضی مکانها بیدلیل تو رو خسته میکنن؟ چون هر مکان حافظه داره. مکانها انرژی آدمهایی که ازش عبور کردن رو حمل میکنن. برای همینه که گاهی وارد جایی میشی و بدون هیچ دلیل منطقی حالت
بد میشه. جمع‌بندی: اگه میخوای روحت همیشه سبک، شاد و پر قدرت باشه، آدم‌های درست رو دور خودت نگه دار. محیطت رو تمیز و خلوت کن. به نشانه‌های احساست اعتماد کن و هر روز چند دقیقه سکوت کن، چون انرژی روح حقیقت توست و هیچ چیزی ارزش شکستن اون رو نداره. اگه حس میکنی این ویدیو یه چیزی رو درونت بیدار کرد، پس تو از اون آدم‌هایی هستی که برای رشد روحشون جدی هست. یادت نره لایک کنی، سابسکرایب کنی و توی کامنت ها برام بنویسی از کدوم آدم یا محیط جدا شدی و احساس کردی انرژیت بهتر شد. مرسی که با قلبت این ویدیو رو دیدی. تا ویدیوی بعد، روحت روشن، مسیرت روشن‌تر.